به نام خدا و عرض سلام احترام خدمت شما بینندای عزیز کانال هراتبورگ، برنامه شام غریبان. بینندای نازنین، تصویری که شما مشاهده میکنیم این تلفاک، اینک یک تفلک معصومی که اینک مشکل داره از گلو از این لکه شده، این گپ زده عمل ده نمیتونه، صغیره، نه پیر داره، نه مادر داره، نه هم برادر، هیچ کس غیر از الله پاک کسی نداره. این به میجگاه به پیش یک مسلمانی، به پیش یک پیرزاله، همینجگاه که مثل که این وردشتم، همینجگاه جمع میکنم، بالاخره این تلفاک با ما تماس گرفتم که همین موضوعی حدوداً 15,000 افغانی بردم به دکتر بردم که این کلینیکا عمل میکنم. این مسلمان درخواست کمک کرده شما دوستای نازنین، طفلیه که واقعا هیچ کس نداره، به می طفل اگر میتونیم خدا واسه کمک کنیم به که می تلفاک از این پریشانی نجات بیافه. صدا از بسیار خرابه، تفلک به عذابه، میگم میته تو میکنه، این آدم میته پادرد میشه، از گلوخ و بسیار مشکل داره، همین مشکل از این رفع شه. کاکا جان اسم تو چیه؟ ماما. چند سال میشه گلو توی تنه؟ 3 سال میشه. 3 سال. تو پیر مادر نداری کاکا؟ نه. برار هم نداری؟ هیچ که ندارم. ای خدا خیلی سخته. پیش بیبی کار میکنی خاله؟ خیلی از گلو خوب عذابی. خیره باشه کاکا جو، غم نخوره. خوبه انشالله بیننده کمک میکنم، به خیر خوشی تو رو میبریم عمل میکنیم، به خیر خوشی جور و سعادتمند بشی. بیننده نازنین، میگه دل به دست یار که حج اکبر است، از هزاران حج یک دل بیتره. این تفلکیه امیته که با ما گفتم تقریبا 13-14 ساله سعی کنیم که به خاطر می گلو دردی از این گلو از این لکای داره، لکا گندی داره، این نیاز به عمل داره. خداوند شما رو خیر بده، به این تفلک کمک کنیم که اینا که ببریم به جلو و می دوربین به کلینیک ببریم، این عمل کنیم که جور و سعادتمند شه، به ثواب بازرت و آخرت برای شما بینندای نازنین برسه. خداوند شما رو خیر بده. تشکر از شما. هر برادری که بزی کمک کنه میاریم اینا که میبریم عمل میکنیم، خدای پاک برای شما کمک کنه. بیشتر وقت شما نمیگیریم. تشکر از شما، بخیر باشیم. خدا حافظ و نگهدار شما.